سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شهر زیبا و تاریخی ماسوله. امروز شنبه 20 شهریور ماه و ساعت حدود 5 عصر. سال گذشته ولاگی از ماسوله ضبط کردیم که اتفاقاً پربازدیدترین ولاگ در کانالمون هم هست و لینک این ولاگ رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. تصمیم گرفتیم ولاگی جدیدتر بر اساس تجربه های جدید از این شهر برای شما عزیزان ضبط کنیم. چند روز پیش هم رانندگی از شهر فومن تا ماسوله رو براتون در کانال قرار دادیم و خودمون هم از دیدن این حجم مسافر واقعا شگفت‌زده شدیم و باورمون نمیشد. از روی ناچاری مجبور شدیم ماشین رو در بالاتر از شهر پارک کنیم. به همین علت این ولاگ از بخش بالایی شهر ماسوله شروع میشه و کم کم به بازار و قدم زدن در کوچه های این شهر ختم میشه. ماسوله یکی از جذابترین و زیباترین جاهای دیدنی شهر فومن، استان گیلان، شمال ایران و حتی کشور ایرانه. این شهر در 36 کیلومتری شهر فومن و در 60 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت قرار داره. ماسوله در سال 1354 به عنوان میراث فرهنگی طبیعی به ثبت رسیده. زیبایی و خاص بودن ماسوله به خاطر معماری خاصشه، به این صورت که سقف خانه‌های پایین‌تر حیاط خانه‌های بالاتر محسوب میشه. خانه‌های گلی با درب و پنجره‌های چوبی، گل‌های شمعدونی، هوای خنک در اکثر ایام سال مه‌آلود، بازارچه جذاب با انواع خوراکی، چای و صنایع دستی، همه مواردیه که این شهر رو به یکی از خاطره انگیزترین مکانها برای سفر تبدیل میکنه. توصیه دوستانه من اینه که در ایام تعطیلات به این شهر سفر نکنید، چون شلوغی و حجم بالای جمعیت فرصت گردش خوب و عکاسی رو ازتون میگیره. ضمن اینکه ترافیک و نبود جا پارک و خطرات رانندگی هم به این مسئله اضافه میشه. شب‌های ماسوله میتونه برای شما رویایی باشه، در صورتی که در خانه‌های اجاره‌ای که در این شهر وجود داره اقامت داشته باشید. قبلا ولاگی از شب‌های زیبای ماسوله و قدم زدن در اون رو براتون در کانال قرار دادیم. اینکه اون هم در قسمت توضیحات ویدیو قرار داره. مردم ماسوله طالع‌زبانه. علاوه بر صنعت گردشگری و صنایع دستی، کشاورزی هم در این شهر رونق دارد. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنید. در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
مليون 50 53 يلا بابا السلام تعال Adam bana kim parasını etti? در دیوار نرو امید اینجا من آشغاله دیگه بذار بعدم آشغاله الان قد بود تازه وصل شده و اگه نشد نگرفت دیگه فکر نکنیم ما جواب نمیدیم داریم هذه كيبو عروسه کجا بابا پایین چیزی هست بابا اذیت هستن هم شاشون اونجایی دست بلند کرده؟
نه ایوه پایین نمیره. داره Bu topluma kadar. Burası topluma kadar. Bu topluma kadar. Bu topluma kadar. یکی دیگه هم بر تو هم بردار. آج فلان الو بس شو خبرك يلا طيب فؤاد خانه ببینم خطاب من التليجرام قشيب شو ما نو بس ولی من نمیتونم بخورم علی چرا اسکمی گیریم اینجا مرغره رو زیر رو کرد و بازار جا امین دربه میزنی خود
دیگه علی عجب مگه دیگه چطور خود؟ میرزا قاسمی میرزا قاسمی داری؟ کیلو الان میاد بالا. آقای الان میاد بالا. میخوان دیگه بچه من راز دارم.
خیلی وقت نپرسید. بیا رایا برو بغل داداش یه عکس بگیرین. امشي امشي تعال من السيد. پریشب اومدیم فردا شب های اون بلد بود نرمه ها رو گرفتیم اومدیم بالا بیایم دست آرزو بیا.